انا لله و انا الیه راجعون. ما از خداوندیم و بر سوی او برمیگردیم. ایها الناس، ای مردم آگاه باشید، همه ما رونده بر سوی الله هستیم. خدا در قرآن می فرماید که کل نفس ذائقة الموت، هر یک نفس چشنده مرگ است. هر یک شخص و هر یک حیوان و هر یک نفسی که جان در بدن او هست البته شربت مرگ را می چشد. ما هم از جمله آنها هستیم. یک بار بیاندیشیم، یک نظر کنیم، درخت می سبزد باز قاق می شود، آفتاب می درخشد باز بر جای خود می رود، انسان هم تولد می شود و باز می میرد. برای همین آگاه باشیم. این شخصان می میرند اما نام نیک آنها نمی میرد. یکی از بهترین و پیشقدم ترین هنرمند تاجیکستان نظیرمرد موسویف که در سن 70 سالگی از دنیا درگذشت. دعا کنیم خداوند تاریخ رحمت، شایسته جنت و قبرشان را پرنور بگرداند. سوال جواب های منکر نکیر را برایش آسان و مشکلی عذاب قبر را برایش آسان بگرداند. خداوند به اهل عائله‌اش و فرزندانش صبر جمیع، صبر پیغمبری نصیب روزی بگرداند. دعا کنیم. درباره شادروان برای شما کمی معلومات می‌دهم. نظیرمرد موسویف هنرمند شناخته تاجیک در سن 70 سالگی از دنیا درگذشت. مراسم دفن او امروز 16 می در شهر دوشنبه برگزار شد. او در ده‌ها فیلم در زمان شوروی و در زمان استقلال نقش آفریده است. قربان صابر هنرمند تاجیک و یکی از دوستان موسویف در صحبت با ما گفت او از هیچ بیماری شکایت نداشت، ولی سبب مرگش سکته قلبی گفته می شود. او هنرمند نبود که گوییم فلان نقشش خوب بود و فلان نقشش خوب نبود. همه کارهایش خوب بود. معیار حقیقتی بازنگری در همه کارهایش بود. می توانست فیلم چندان خوب نباشد یا فیلم نامه خوب نباشد، اما جایی که اون نقش می آفرید همه کار خوب بود. گفت او. سفر حقدادو رئیس اتحادیه سینماگران تاجیکستان می گوید نظیرمرد موسویف سال 1985 پس از او نقش آفرید در فیلم او مرا خوش دارد، یعنی که با روسی یا یه نرملیایوس معروف شد. او به سینمای ما همچون یک چهره کینویی وارد شدند. چهره و صدای زیبایشان کارگردان ها را مفتون کرده بود. در سالهای استقلال هم خیلی فعال بود. جوان ها همیشه او را برای نقش آفرید در فیلم ها دعوت میکردند. بی‌غرض بودند. حتی نرخ نقش آفرید را نمی پرسید. از او کسی حرفی ناخوب نشنیده است. همیشه تبسم در لبش بود. هر روز سری کار می آمد و در کینو و در تئاتر فعال بودند. گفت سفر حقدادو. نظیرمرد موسویف هنرمند خلقی تاجیکستان، کارمند تئاتر دولتی جوانان با نام محمود جان واحدوف بود. نمایشنامه ها 5 زن خواجه نصرالدین ترمه از جمله صحنه های تئاتری بودند که در 2 سال اخیر او در آنها نقش بازیده است. و بر ما و شما معلوم است که در شبکه پیصف، یعنی که در شبکه بحردین صبور، فیلم قصر غم را بازی میکرد. راحت شاد، آخرتت آباد باشد. استاد هنرمندان تاجیکستان.